این طرح جذاب توی پاورپوینت 2 دقیقه‌ای میتونی آموزش ببینی. پلیلیست پاورپوینت جذاب رو حتما ببین، لایک رو بزن که بریم واسه آموزش. برای اینکه این پاورپوینت جذاب بسازیم فقط لازمه از قسمت اینزرت این شیپ رو وارد کنیم. و دوباره از قسمت اینزرت این متن رو بذاریم وسطش. حالا از این قسمت الاین جفتشون رو میاریم وسط. خب حالا این دوتا شکل رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. یه دونه شیپ دیگه وارد میکنیم و کل صفحه رو میگیریم. شیپ رو میندازیم پشت. حالا همشون رو با هم دیگه سلکت میکنیم. از قسمت شیپ فرمت این گزینه رو انتخاب میکنیم. حالا فایل ویدیومون رو وارد میکنیم و میندازیم پشت صفحمون. یه اجرا میگیریم و تمام.